شهر پنجکین که از قدیم مرکز تمدن و هنر و هنرمندی بود، خوشبختانه ماه اکتبر همین سال شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی اعتراف گردید و ما تهیه‌گران برنامه اجازه نیز به این شهر هنرمندی سفر نمودیم و یک برنامه زیبا را براتون تهیه می‌سازیم. حالا شما را به محفل زنان سوزنیدوز دعوت می‌نمایم. عزیزم بابی تلا ریمال می بافم شیرین جان ریمالی زیبا یاری جان برای شما عزیزم بابی تلا برای شما عزیزم بابی تلا اگر یاری مرا بینی بخیل باد بینی بخیل بخیل با تاری ابرشیم آور دستیارم تاری ابرشیم آور دستیارم روی مال می بافم شیرین جان روی مالی زیبا یاری جان برای شما عزیزم بابی تلا روی مال می بافم شیرین جان روی مالی زیبا یاری جان برای شما عزیزم بابی تلا برای شما عزیزم بابی تلا برای شما عزیزم بابی تلا. شهر پنجکین رسما همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی از جانب شورای بین المللی هنرمندی اعتراف گردید. پذیرایی شهر پنجکین به عضویت این شورا نتیجه تحقیق و بهادهی متخصصان بین المللی می باشد که قبلا از شهر و مرکزهای هنرمندی دیدن نموده با تاریخ و عنعنه و گسترش هنر سوزنیدوزی شناس شدند. اعتراف آن همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی گواهی آن است که هنر اجدادی مردم ما امروز با جلوی نو احیا می گردد. هنر سوزنیدوزی که از زمانهای قدیم رمز ذوق، زیبایی و زیرکی زنان تاجیک محسوب می یافت، امروز در شهر پنجکین شکل معاصر گرفته است. دوختن نقش و نگارهای رنگارنگ بوده است. استفاده نقش‌های عنعنوی محلی و ادامه سنت‌های نیاگان آن را به یک مکتب واقعی هنر تبدیل داده است. در دایره ارزیابی بین المللی، هیئت شورای بین المللی هنرمندی که 2 ماه قبل به پنجکین تشریف آورده بودند، با تاریخ و عنعنه و گسترش هنر سوزنیدوزی شناس شده، به صفت و زیبایی نمونه‌های این هنر بهای بلند دادند. شورای بین المللی هنرمندی سال 1964 با مساعدت سازمان عمومی جهانی یونسکو تأسیس یافته، هدف دارد هنرهای مردمی را حفظ و احیا نماید، تبادل تجربه هنرمندان را تامین کرده آنها را به بازار جهانی راهنمایی کند. امروز 108 کشور عضو شورا بوده، 74 شهر در جهان چون شهر جهانی هنرمندی شناخته شدند. از تاجیکستان قبلا شهر استرافشان با هنر کارسازی این عنوان را صاحب گردیده بود. اعتراف شهر پنجکین همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنیدوزی نشانه اعتراف جهانی هنر تاجیکان و ثمره سیاست خردمندانه پیشوای ملت در سمت احیا و معرفی ارزش‌های فرهنگی می باشد.
با عنوان هنرمند میگویند که این عنوان نه تنها مایه افتخار بلکه مسئولیت نیز میباشد برای نگاه داشتن اصالت هنر و آموزش آن به نسل جوان. با پذیرفتن شهر پنجکند همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزن دوزی، تاجیکستان باز یک قدم استوار در راه معرفی هنر و فرهنگ ملی در سطح بین المللی گذاشت. بینندگان گرامی، من در حلقه زنان هنرمند شهر پنجکند الان قرار دارم. به عنوان هنرمند به شمایان اعتراف شدنی شهر پنجکند همچون شهر جهانی هنرمندی مبارک باشد. و معلم جان عزیز میگفتید که سوزنی پنجکند چگونه است، چه نقش و نگار دارد، چه تاریخ دارد و رمزهای آن چی را افاده میکنند؟ باعث خوشنودی است که با تشبس‌های پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمون برای رشد هنرهای مردمی بیشتر دقت می‌دهند. سال گذشته وارد شدن سوزنی پنجکند در میراث تاریخی و فرهنگی یونسکو برای مردم تاجیک از جمله مردم پنجکند بوستون خیلی خوشنود بود، چون که پنجکند خودش مرکز هنرمندی است، مرکز سوزنی دوزی تاجیکان است. از قدیم الایام مردم به هنر و هنرمندی سر و کار داشتند نوابسته از دور و زمان. مثال میگیریم هنرهای گلدوزی که ما در دیوار نگاره های پنجکند رسامان تصویر کردند گواه آن است که زنهای سوخت از قدیم گلدوزی میکردند. در لباس متایی که از پنجکند باستانی دریافت کرده بودند در کرته رقاصه دختری سوخت گلدوزی در متای حریر دوخته شده است، چون که استحصال پیله در پنجکند قدیم وجود داشت. از رشته پیله زنهای سوخت رشته تیار کرده برای زنها، برای بانوان خودشان گلدوزی میکردند. با مرور زمان این گلدوزی در روی متاها وصف میشد و مردم در روی متاهای کرباس، برای که در فصلهای زمستان پوشیدن متای تنوک ضرورت نداشت، برای مردم در روی متای از کرباس تیار کردند. در پنجکند قدیم مردم کرباس رو تیار میکردن مردها و زنها گلدوزی میکردن. این عنعنه از همون دوره ها برای ما میراث مانده است که از کاوش های باستانشناسی دریافت کردن هنرهای ملی مردم تاجیک گواه آن میباشد. در زمان بعد از سالهای طولانی گذشتن مردم پنجکند همه زنها دائما به گلدوزی عادت کرده بودند. خاندانی نیست که هنر سوزنی دوزی نداشته باشد. مادر برای فرزندش که به دنیا آمد از روز تولدی که بعد از چند وقت راهگر شدن فرزند به امید برای دخترانشون سوزنی میدوختند و دوام 2 سال 3 سال بعد فارغ از کار روزگارشون سوزنی رو میدوختند. سوزنی متایی است که در روی متای خام صوف بیشتر میدوزند یا بدتر در بالای صوف دوختن. حاضر باشد در بالای متاهای فابریکوی پختگین میدوزند و ما بسیار خرسند هستیم که مردم همین ظرفشان همین عنعنه های گذشته خود را فراموش نکرد. امروز در دست بسیار زنهای همین مردم تاجیک سوزنی های قدیمه میگیم. قدیمه آن است که بیبی با بیکلانش دوخته بود. مثال من 4 اولاد خودم رو میدانم که آنها به سوزنی دوختن مشغول بود. مادرم دوختن، بیبی هم میدوختن، بیبی هم بیبی کلان هم میدوختن، از بیبی کلان باز بیبی کلان دیگر 4 نسل دوخته آمدن برای ما دیگران میراث ماند. چنین عنعنه در تمام عائله های مردم پنجکند وجود داشت که هر یک مادر برای خودش برای فرزندانش سوزنی بولیم پوش روی جو تیار میکرد تا عرفه به بلاغت رسیدن دخترش. امروز بسیار خوشنود است که ما در پنجکند باستان به هنر و هنرمندی خیلی سر و کار داریم. بسیار پنجکند که شهری قدیمه هست، تشریف مهمانان خارجی خیلی زیاد است. آنها الکه وقتی که به پنجکند میبیند میدانند که پنجکند
پنجکین با مردم با هنرمندی سر و کار دارد میخواد که یک تا هنری گلدوزی مردم پنجکین رو به خود همراه برد میخواهد که یا توخی گرد گلدوزی یا یگون جزدان های گلدوزی گرد یا یگون گلدوزی های کلان حجم نباشد خردتر باشد برد دون برای خاطر چی میبرد؟ برای آن میبرد که مردم پنجکین همین عنعنه های گذشته خود رو احیا میکنند. در برابر این خاطره از یک گوشه تاجیکستان قدیم که هم تو از هر یک گل دوخته قدیمانه بوی تاریخ میآید. همین اگر گل قدیمه رو نگاه کنید اگر فکر میکنید و سالهای گذشته میروید و همون خاطرات دوره های گذشته رو به یاد میبیارید. وقتی که از خانهتون از صندوق مادری یک گلدوزی قطع کرده شده ته کرده مادر رو میبینید و میکشایید همون دوره های جوانی مادرتون دوره های گلدوزی کردن مادرتون پیش چشمتون رو هویدا میگردد و میخواهید که همین عنعنه رو شما دوزید و همین عنعنه رو به فرزندانتون یاد دهید. این عنعنه میراث از گذشتگان ما که مردم پنجکین همین عنعنه رو فراموش نمی کند. نوابسته از وضعیت های زندگی نوابسته از دارم و نادارمی هاشون مردم صنعت می آفرند سوزنی می آفرند و امروز به جهانیان یک تاریخ گذشته ما معرفی گشت و بسیار ما خرسند هستیم که در زمان استقلالت احیای هنرهای مردمی برای هنرمندان برای مادران تاجیک یک دوره احیای نوی هنرمندی به شمار می رود. بسیار خوب معلومه جان بسیار خوب. اکنون می گفتید که همین نقشایی که در سوزنی گلدوزی می شوند چی رمزها دارند؟ عموما نقش سوزنی های پنجکین چگونه هستند؟ نقش سوزنی های پنجکین به طریق دالدوزی دوخته می شود. از بالا دوخته می بید در پایان نسخه جنبست می شود. از پایان دوخته نمی رویم. مردم وادی زرافشان دوخت از بالا رشته رو کشیده در بالایش دال میگیم. وقتی که سوزن میزنیم سوزن زدن این دال هست. بعد از نسخه به آخر میرسد من نگاه کنید در همین یک نقش اوریب پیدا شدگی. این نقش اوریب از دال زدن نشان میدهد و این یک صفت خوبی سوزنی رو نشان میدهد که وقتی که میبینید فکر میکنید که از بالای این ماشین کردگی. این ماشین نقشو برجسته و پای همدیگریش که رفته است. سوزنی های مردم پنجکین سوزنی می شود سه نسخه. سوزنی می شود برای نوجوانان که می خواهند گلدوزی کنند گل های نقش کنده خیالی می گویند. کنده خیالی این برای آن آدمان برای دوختن که حالا به دوختی سوزنی کلان آماده نیست و می خواهد که سوزنی دوش شود. برای همین میگن که مادرها نو یادگیر شاگردها میگن که برای مردمان بی‌ها بی کلانا میگفتن که یک تا نقشی کنده خیالی کشیده این دخترچه دوزد. بعد این دخترچه مثال دخترای نو و دوختن به سر میکنن یاد میتین بی‌ها طرز دوختنش. منم خیلی دختر روی اگر سوزنیت خوش رو میبیاد اگر سخت دوزی سوزنی دوختنت بهکار میبیاد چون که میکشد. همین متا رو همه آزاد ماند که متا یگان مثال برای شما کشش نکند. سوزنی پنجکین از دیگر منطقه با چی فرق میکنند؟ با کدام نقش نگار فرق میکنند؟ فرقیت سوزنی های پنجکین در آن است که گل در سوزنی اساساً دوره شکل می شود. در سوزنی ها هم دوره خرد کتی سوزنی می دوزند و هم دوره کلان کتی. در سوزنی های دوره کلان یا 8 گل یا 6 گل گذاشته می شود. باز می شود که سوزنی های یک دوره یک تا گل کلان تمامی مساحت سوزنی رو در بر می گیرد. این بهترین چند نمود رنگ می اندازند. اول مثال زرد می اندازند، سرخ می اندازند، کبود می اندازند، سیاه می اندازند، باز گشته گلی سفید می اندازند. این یکی از سوزنی های از همه معمول ترین زن های تاجیک است که سوزنی یک لاله میگن. یک لاله. ها سوزنی یک لاله میگن که این یک شخصانی که هوس دارن که یک تا گل رو دوزن به همین یک
گل شوق دارند که میخواهند که همین گل رو نشان دهند. بیشتر سوزنی های مردم پنجکین با رشته های بریشمی دوخته می شود. برای چه بیشتر مردم بر رنگ و بر رشته اهمیت می دهند، چون که وقت با مرور زمان می شود که رنگ پرد، با مرور زمان می شود که تر شود. خانه عروسان ما رو امروز سوزنی، روی جو، بالین پوش آرام می دهد. در هر یک خاندان عروسی ما 2 تا سوزنی و روی جو اینچنین و بالین پوش می پرتایند. بالین پوش در شب عروسی در بستری سر عروسی داماد به می پرتایند که این یک نقش اساسی رو می بازد که بدی بر نیکی غلبه کردنش را نشان می دهد. در بالای جوگه باشه روی جو می پرتایند. همه عروسایی که پنجکین به عروس می شوند جوگه عروسی که شب می پرتایند ماماهای بیبی ها از البته روی جو می پرتند. از بالای روی جو بعد سوزنی کلانه می پرتند که تمام مساحت جوگه عروسی داماد رو می گیرد. این چیزی اساسی برای عروسان پنجکین که به همین سوزنی روی جو بالین پوش در خانه عروس رو یگان مردم تصور کرده نمی تواند. اینچنین سوزنی در روزهای خرسندی بسیار استفاده، در روزهای بعد هم استفاده برده می شود. در روزهای بعد اکنون همین رو من گویم مردمانی که مثال میفافتند وقتی که تابوت رو گرفته میروند در بالای تابوت سوزنی پرتوفتگی. این سوزنی از اون درک میدهد که مردم تاجیک از اول تا آخر به هنر و هنرمندی سر و کار داشت، به هنر و هنرمندی همکار بود. برای چی در همه برای که در سوزنی دوزی پنجکین سهم مردای پنجکین هم کلان. بسیار مردم دوره های پیشینه به بازار نمی رفتن. شوهراشون، فرزنداشون، پسرای کلان فرمایش می دادن که رشته بیار من با از بازار رشته خریده آمدن وظیفه مردم بود. برای که زنهای ما بسیار خانشین بودن. کودک با نگاه میکردن، تربیت فرزند با در زندگی خوراکپزی و وضعیت های زندگی با آواره بودن. بیشتر مردک‌ها سر و کار داشتن و همین امروز همین هنر در پنجکین خیلی نقص رواج یافته است. در برابر استقلالیت جمهوری تاجیکستان پیشرفت زمان ما زنهای پنجکین هنر و هنرمندی و همه وقت سر و کار دارند. دوختن سوزنی زیبا و خوش صفت البته از ایجادکاری هنرمند که کسبش را دوست می دارد وابسته می باشد. انتخاب متاع، نقش کشیده شده و رنگارنگی رشته ها اساس کاری سوزنی دوزی است. سوزنی خوب و با صفت از دال زدن در روی نقش معلوم شده. هر یک کشیده دوزی از یک دیگر با رنگارنگی و نقش آفری با رشته های بریشمی زیبا می نماید. هنر سوزنی دوزی از زمانهای قدیم سرچشمه می گیرد و در دوختن آن تفکر عالم گردان و معنای زندگی غنجیده است. مثال معنای مبارزه نیروهای نیکی و بدی، شکفتن و خزان گشتن انسان. زنان تاجیک از قدیم الایام دوختن سوزنی را ادامه می دهند و به آیندگان رنگ‌های زندگی را در روی متاع تجسم می کنند. هر یک بانوی سوزنی دوز شهر پنجکین با هزار امید و آرزوهای نیک سوزن می زند. شاید با زدن سوزن با رشته زرد نورپاشی دائمی آفتاب را، با رشته سبز و سرخ آرزوهای دائمی بهار و شکوفایی گل را افاده می کرد و امروز نیز می کند و دوختن سوزنی در هر یک مناطق کشور اصول خاصی خود را دارد. اینچنین گوناگونی نقش ها و طرز دوختن سوزنی در منطقه ها به چشم می رسد. بانوان هنرمند شهر پنجکین آفریدن آرزوهای شیرین خود را در روی سوزنی امروز نیز دوام می دهند و تکرار به تکرار می دوزند. برای سوزنی، دوختن سوزنی کدام نمونه رنگ‌ها رو انتخاب می‌کردند و نقش رنگ‌ها در سوزنی چگونه هستند؟ چه نقش دارن رنگ‌ها؟ و من بسیاری از سوزنی‌های پنجکین را مشاهده نمودم که اکثریت رنگ سیاه استفاده می‌برند. در اکثریت سوزنی‌ها من رنگ سیاه و هم سرخ. مثلا من در همین جامعه هم می‌بینیم که رنگ سیاه هست، رنگ سفید هست
و بیشتر رنگ سیاه رو استفاده میبرن. برای اون هر یک کاری که مردم میکند به مشکلی پیش نمیبیه. برای همین دوختن سوزنی یک مشکلی از همه وزنی دارد. هر آدم یک تا سوزنی کلان رو دوخته تمام به آخر رسانده نمیتواند. برای همین مشکلی ها رو نگاه کرده مردم برای گل دوختن اول رنگ سیاه رو در مابینش رشته میانداختن، برای که میگفتن که همین رنگ سیاه که من تمام کرده برایم اگر من سوزنی دوز میشوم، چون که وای مثال بسیار زیخ میشود کی به آخر میرسونم. چه مشکل بوده سوزنی از رشته سیاه سر کند، رشته که همین گل دوختگیش تمام شود و یک نفس آزاد میکشد، میگه حقیقتا با مشکل بوده سوزنی و من راه درستی دوختن را آموختم. برای همین رشته رمز هست، این رمز هست. برای همین مردم همین رمز رو در نقش های سوزنی دوزی میگذارن. بیبی ها ما میگفتن که نقش سوزنی رو دوزی سیاه هم رنگ سیاه حتمی انداختن. خب با سوزنی های میشود که رنگ سیاه هم نمیزنه. کی میدوزد؟ آدمانی که علاقه با دوختن سوزنی شوق و رغبت کلان دارن، اونها علاقه و کسبی ماهر استادان گشتن، آنها بعد یک گله سوزنی میدوزن. سوزنی یک رنگای میدوزن، یا سرخ باشد یا همه وقت سفید باشد یا همه وقت سرخ باشد، در روی همین یک رنگتی سوزنی می آفرند که بعد نقش های هر نمود نقشش مثال هم بالین در روی صوف سوزنی در سیاه و سفید و کبوت رو میدوزن. با میتوانند در روی جای خود هم رنگ های یک رنگ رو استفاده برند. این بعد سفیدی غلبه میکند به سیاهی. مردم از سیاهی بیرون شدن در اینجا. امید از ناامیدی ها که ما هنرمند هستیم، هنرمند میمانیم. سوزنی تو از ستون قصر طلا قیمت است، روی نورانی تو از قصر طلا بهتر است. مدینه بانو یک تا ربایی خوانید محفل ما گرم شود. خوب شده است مادر جان. مؤسسه ما از یک چند محفل ها عبارت است. یکی از محفل هایی که ما از این شاگردان زیاد را آماده میکنه این محفل سوزنی دوزی می باشد. در محفل سوزنی دوزی نوابسته از سن و سال ما برای هم زنهای خانشین، دانشجویان، نورسان، همه آن نفرانی که خواهش دارند برای هنرمند شدن، ما بیشتر ما زنهای خانشین را دعوت میکنیم که وقت خودشان را آمده با همین سوزنی دوزی گذرانند. نه همه روزه ما آماده هستیم، درهای ما باز و همه آن شخصانی که خواهش دارند بیایند و در محفل ما آموزش خود را گذرانند. بینندگان گرامی، طوری در آغاز گفتیم ما در محفل زنانی سوزنی دوز قرار داریم و در پهلوی دیگری من باز یک سوزنی دوز ماهر شهر پنجکند موزنه خان نشستند و این کس راهبری محفل سوزنی دوزی در قصر فرهنگی شهر پنجکند به نام علیم بابایف هستند. و موزنه خان میگفتید که از کی باز شما با همین سوزنی دوزی مشغول هستید و امروز فعالیت محفل شما چگونه است؟ چه خیلی رفته ایستاده است؟
من از سال 2010 اینجانب همچنین راهبری محفل سوزندوزی در کاخ فرهنگ شهر پنجگین فعالیت دارم. همه روزه در این مؤسسه بزرگ شاگردان نوابسته از سن و سال فعالیت میکنند. خاص زنان خانه‌نشین، خاص دانشجویان، مکتب بچگان آمده از هنر عنعنه‌ای قدیمانه سوزنی برخوردار هستند. آموزش سوزنی به هر یک زن خاص است و آموختن آن، از خود کردن آن وابسته به سن و سال، وابسته به ذهن هر یک زن یعنی که وابستگی دارد. دوام 3 ماه. بعضی از شاگردان در دوام 1 ماه آموزش عنعنه‌ای هنر سوزندوزی را از خود میکنند. این به شوق و ذوق این به شوق و ذوق هر یک هنرمند وابستگی دارد. بعضا زنای خانه‌نشین شوق همه از خود کردن سوزنی رو دارند، به مؤسسه ما مراجعت میکنند و آموزش اون رو اومده در همین مؤسسه ها، یعنی که همه روزه فعالیت خود رو براه میمانند. در مؤسسه ما خصوصا کارمندان عنعنه‌ای و مؤسسه ما با شوق و هوسی که در برابری که من به نمایشگاه ها میروند، در شاگردان مثلا سر و کار دارن، آنها هم در رفت کار خود، فعالیت خود اومده از عنعنه‌ای هنر سوزندوزی در عین حال استاد کسب خویش گویم خطا نمیکنه. لباسایی که در نمایشگاهی من مؤسسه های ما ماندگی را برخی از شاگردان یعنی کارمندان عنعنه‌ای مؤسسه آماده کردن. شاگردان بهترین داریم که در آزمون های تاجیکستان وطن عزیز من همچنین کارمند عنعنه‌ای مؤسسه کاخ فرهنگ فعالیت دارند. در برابر فعالیت داشتنشان آنها خواستند از روی هنر خود در عنعنه‌ای آزمون‌های با نفوذ اشتراک کنند و سزاوار جای دوم آبروی مرتبه مؤسسه ما را در این آزمون‌ها یعنی به دست آوردند. هنر سوزندوزی که هنری اجدادی میباشند، من این هنر را از مادر کلان خود آموختم. در برابر خود نازکیش را از مادر خودم آموختم. عین حال فرزندان من نیز از همه هنر سوزندوزی خیلی خوب برخوردار هستند که استاد کسب عنعنه‌ای سوزندوزی گویم خطا نمیکنه. شاگردان را من در آموزش عنعنه‌ای مؤسسه از هنرهای خرد یعنی از آموزش نقشه خرد یعنی که سر میکنم. بعضی از نسخه های خردی که در نزد من گذاشته شده است، نسخه های خرد یعنی سوزندوزی نخست از انتخاب نقشه. من این نقشه که میبینید خیلی خرد است. در اول من برای شاگردانی که بار اول به مؤسسه مراجعت میکنن و آموزش عنعنه‌ای سوزنی رو از خود کرده میخوان، به طریق عنعنه گل‌های پراکنده یک نمود گل رو مثال در متا میکشم. آنها در دوام 1 ماه 2 ماه که آموزش کردن و از خود کردن، بعد من به آنها نسخه های کلان حجم رو برای دوخت آنها آماده میکنم. بعضی از نسخه‌ای که من در دست شما هست، این به طریق دستی من میکشم به یگان قالب. این قالب‌هایی که هستن من در میزاجان برای مثال شاگردان برای متا دوختن آماده میکنم. بعضی از نسخه هستن که به طریق دستی به طرفین میگم به زبان روسی خودم میکشم در روی متا. این نقشه برای متا که دادیم، بعد این رو با گلدوزی مثلا آماده میکنم. این نقشه رو خودتون می آفرید یا که از تخیلات خودم؟ از تخیلات خودم. من همین لباس عروسی میگم، چیزی که من برای دختری خودم با تخیلات خودم همین نسخه رو آموختم و مثال دلدوزی کردیم، آفریدیم، با نقشه تیار کردیم، در نمایشگاه گذاشته شده است. این نگون رمز هم دارد، یگان معنی رو افاده میکنه همین نقشه‌ای که میکشید. من این نقشه که شما در مثلا دیدید نقشه همون گردنبندی ملکه سراسم رو تصویر کردیم از تخیلات خودم. نقشه رو در اساس نقشه قدیمه می آفرید. در اساس نقشه قدیمه این گردنبند و زیورهایی که به طریق مثلا در پیشگاه مثال همچون آرایشات زنانه استفاده میبرن، اینم از تخیلات خود همین رو در روی کاغذ اول من آماده میسازم، بعد از اون رو میگیرم در روی متا میکشم. این نازکیش که خیلی دولش مثلا وای میشه نازک میدوزید به طریق دلدوزی. بعضی نسخه کلان حجم به طریق دل کلان میدوزید. این فرقش در آن است که دلش کم میزنه. این قدر مثلا نازکیاش در همین است. اینش دلش کلان زده، نسخه های کلان حجم آماده میسازه. بسیار خوب. الحال سوزنی که دوخته استادید، این چگونه سوزنی است؟ چند گل، چند نقش دارد و کدام نقش ها رو شما در اینجا استفاده کردید؟ و من در یک سوزنی در یک سوزنی چند گل رو تصویر میکنند، چند گل رو میکشند در یک سوزنی مقرری؟
این وابسته به خود همون نقاش است. من که خود نقاش نیستم، لیکن تصوراتی که نقاشی از کدام سبب به من پیدا شد، هم مادر کلونم که سوزنی دوست بودن، من خیالان به یگان استاد، به یگان خوندن یگان مکتبی رسامی، من تمام انیمه سوزنی که در من حوض نمایشگاه گذاشته شده، خب من این مقدسات ملی رو نگاه کنید، نسخه هایی که در همینجا آماده شده است از تخیلات آموزشی خودم است. سوزنی که آوردن که شد میراثی که شد، نقاشی هم برای من میراث شد. من وابسته از یگان استاد درسی نقاشی رو آموختگی نیستم. خودم مثلا تخیلات خودم کردی. تمام آن فرمایشاتی که میزاجان برای من میبیانه از سوزنی خورد تا آنها سوزنی کلون من در خدمت میزاجان هستم. از روی خواست آنها من تمام نقشه‌ای که آنها درخواست میکنن در روی متا به قلم میدهم. سوزنی که عین ها در دست من قرار دارد با نمودی 4 رنگ تیار کرده شده ایستاده است، یعنی از رنگ‌های کبود، سیاه، سبز و در آخر گلابی رو همراه میکنه. نقشه از روی اختیاری به قلم داده می شود. وقت از اونی که به متن نگاه میکنید، در همین متن خودتون از روی تخیلات خود سوزنی دوست آفریش انمی رنگ براه مانده می شود. و متن نگاه میکنید، متن که تگش روشنایی هست، رنگ‌های تاریک رو میانزید. وقتی که متا تگش تاریک است، رنگ‌های روشنایی رو میانزید. این متا که رنگ گلابی رو دارد، من بیشتر رنگ‌های یعنی تاریک، رنگ‌های کبود، سیاه، سبز رو به قلم دادم و در برابر به قلم دادن اون رو آماده کرده ایستادم. این نقشه چه خیلی هستند؟ نقشه کفکر نسخه میگیم، یعنی منطقه پنجکین با همین کفکر نسخه است، یعنی بیشتر سوزنی هاش آماده کرده می شود به نمودی کفکر نسخه، به نمودی مثلا رمزهای همچون آفتاب، تیغه های آفتاب را تصور کردگی. چون کفکر نسخه این رنگ‌های سیاه را آماده ساختیم. قلمفور نسخه گفتم ما برخی از رنگ‌های سبز را خوش میکنیم که در مجموع رنگ‌ها به هم دیگر آموزش یافته یک سیمای بهترین نسخه سوزنی را تیار میکنیم. میگفتید که همین کفکر نسخه گفتید، قلمفور گفتید، همین ها چی معنا دارند که در همین سوزنی شما همین نقشه رو می آفرید؟ یگان معنا دارند؟ مردم از تخیلات خود، یعنی از حیات گذشته زندگی خود، وقتی از اونی که معرض و معرکه هست، در اون مثلا اسباب‌های روزخور رو استفاده میبرند، اشیاءهای از جهت پختنی مثلا قلمفور رو مثلا استفاده میبرن. من میدونم که قلمفور رو در بعضی منطقه ها میگن که از چشمی بعد دور، همین چی رو ifade میکنن میگن. یعنی که در سوزنی هایی که وابسته خرد یا کلان هست، نسخه قلمفور تصویر کرده می شود. یعنی از زهر چشم امین داشتن انمان خانه عروس، خود عروس بیشتر استفاده میبرن. نقش آفتاب و نقش من این کفکر چی؟ نقش آفتاب یعنی روشنایی بر همه زندگی هر خاندان، بهبودی هر خاندان رو مردم انما آفتاب رو بیشتر در سوزنیشون، نسخه انما آفتاب رو بیشتر در سوزنیشون تصویر میکنن و اون رو با قلم داده تیار میسازن. یک سوزنی در چند مدت آماده می شود؟ سوزنی کلان حجم. بله. در مجموعه سوزنی رو یک خودی شخص آماده کرده نمیتواند. اون رو با هم دستگی، در هم جایگی، در قسم ها پوره کرده ما اون رو که به قلم میدیم. وقت از اونی که قسم اون رو میکشیم، در مجموعه زن ها همراه شده با یک وقت خوش، با یک صحبت صمیمی اون رو به دوختن آماده میسازن. در دوام 2 ماه، در دوام 3 ماه نکم یک سوزنی رو در هم دستگی آماده میسازن. وقت از اونی که سوزنی بود شد، بعد اون رو ما با کوک‌های مستحکم در یک جایگی تیار می‌سازیم که یک نقش سوزنی اندازه 2 به 3 یا 3 به 5 رو تیار میکنه. بینندگان گرامی، امیدواریم که با اعتراف گشتن شهر پنجکین همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزنی دوزی، من بعد نیز در این شهر قدیمه، در این شهر هنرها، هنر سوزنی دوزی باز رشد می‌یابد و صف هنرمندان سوزنی دوز باز هم بیشتر می‌گردد و اینجا رسیدیم به فرجام برنامه و با یک ربایی زیبای زرفشانی برنامه را خاتمه می‌بخشیم. قد و قامتی بزه بودیل جداره
کنه بسفت جنبون جنبون بی 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 بیا رقصای خوش رو داره اه بی بی قدر لرزونده یک بربر خوب سوزونده اه بی بی قاش پرونده یک بربر خوب سوزونده اه بی بی قدر لرزونده یک بربر